رفقای موشکاف سلام. اگه خاطر شریف باشه، سید علی بعد از خوردن زهر میدین ژنو هوایی شده بود و فکر میکرد با همون یه قلوب میتونه تحریما رو رتته. واسه همینم واسه ظریف و باقی ساقیای جام زهر یه تنکیو بری ماچ درسته حسابی مکتوب فرستاد. جناب آقای رئیس جمهور، دستیابی به آنچه مرحوم داشته اید در خور تقدیر و تشکر از هیئت مذاکرات هسته‌ای و دیگر دستاندرکاران است و میتواند پایه اقدامات هوشمندانه بعدی قرار گیرد. تیبیریشم واسه این که قضیه بیخ پیدا نکنه و گنداب ژنو بالا نزنه زور زد تا ریش نسیه ظریف و نقد جلوه بده و حرفای بسیجی پسندشو پخش کنه. And we believe that it is in the interest of every single state in the region as well as all the peoples of the region. دکتر ظریف گفت امنیت در منطقه بسیار مهم است و با به خطر افتادن امنیت یا همه ما امنیت خواهیم داشت یا ناامنی برای همه خواهد بود. این هارت و پورتای ممجواد ظریف مال تلویزیون سید علیه. مهره زهرمال کابینه شیخ فری اصل حرفو تو جمع دانشجوها زد. باید بگویم که غربی ها از 4 تا تانک و موشک ما نمی ترسند. آیا شما فکر کرده اید که آمریکا که با یک بمب می تواند تمام سیستم های نظامی را از کار بیاندازد از سیستم نظامی ما می ترسد؟ اینجوری بود که ممجواد زیراب سولت مولت سید علی رو زد و بادکنک اقتدار ولی فقیه و ترکون. بعدش هم 53 تا از یابوهای مجلس ولایت جوشی شدن و نامه نوشتن که آقا ظریف رو قیچی کنید بندازید تو سطل آشغال. از اون طرف شربت مداری هم که همیشه قاتل لازمه رفت تو کار یه جفتک مطبوعاتی تو جناق سینه سید علی. وزیر امور خارجه در جمع دانشجویان دانشگاه تهران گفت آیا آمریکا که میتواند با یک بمب تمام سیستم دفاعی ما را از کار بیاندازد از سیستم دفاعی ما میترسد؟ این اظهار نظر نسنجیده از سوی وزیر خارجه کشور و دیپلمات ارشد تیم مذاکره کننده جز بالا بردن دستها به نشانه تسلیم در مقابل تهدید نظامی حریف مفهوم دیگری ندارد. سید علی امامتو یه هوا بذار بالاتر. این نوچه قلم کشت داره به ظریفی که تو بهش کارت صدآفرین دادی جفتک میزنه دیگه. آخه چی ازت مونده عظمای نفله؟ جمع کن برو دیگه. ببینم مگه همین ظریف پس پریروزا راجع به غنیسازی اینو نمیگو؟ برنامه غنیسازی ادامه خواهد داشت، هم در قسمت اهداف و هم در قسمت گام نهایی. برنامه غنیسازی ایران به رسمیت شناخته شده. آخه اگه به رسمیت شناخته شده پس چرا این شربت مداری مثل پاپکورن تلق و طلوق میکنه؟ با جرأت میتوان گفت توافقنامه ژنو علیه موجودیت برنامه هسته‌ای کشورمان تهیه و تنظیم شده است. جای آن با هدف نهایی توافق کامل فعالیت هسته‌ای ایران اسلامی طراحی شده است. چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. همینه دیگه. طلسم خرد و خاک شیر سید علی همینه. رفقا همتون شاهد باشید هنوز 2 هفته از زهرخوری نگذشته وضعیت عظما اینه. وای به حال این که هم جرعه‌های زهر اضافه بشه هم زمان بگذره. بشکن طلسم سید علی حالا ادامه داره. اینو از موشکاف داشته باشید. ما امشب زر بخور پیمونه ساقی مه پیکر تو شیخ فریدونه اونقدر کوتا بیاد تا چپشی تو تابود اون که باز شاهی کنه رفتن جانی جونه.
کوس من عاقبت زهر رو میدونم، بمبگ غنی نشه من نمیمونم، من مثل اماممون بانیه ندارم، پک بعدی رو نریز من نمیتونم. کوس امشب مثل هر شب جام زهر تو دستمه، یه گیلاسی خوردم بسمه، یه گیلاسی خوردم بسمه، یه چشم به تحریما چشم دیگنده هستمه، یه گیلاسی خوردم بسمه، یه گیلاسی خوردم بسمه، من یه طلسم شکستم آخر عقب نشستم، چلوندنم اساسی دیگه نپرس کی هستم، دیگه نپرس کی هستم. موشکار